الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین المنتجبین المظلومین. بحث جاری جمعه شبها پیرامون یکی از اصول دین ما بود تحت عنوان معاد. مباحث معاد را به 4 بخش تقسیم کردیم. بخش اول انتقال از دنیا به عالم آخرت، بخش دوم عالم مثال یا عالم برزخ، بخش سوم عالم قیامت و بخش چهارم استقرار در بهشت یا خدای نخواسته جهنم. درباره 2 بخش اول طی چند سخنرانی گفتگو داشتیم و وارد بخش سوم شدیم که بخش عالم قیامت بود. گفتیم عالم قیامت به نوبه خود شامل 2 بحث می شود، یعنی 2 چهره دارد قیامت. چهره اول انعدام و نابودی عالم و چهره دوم ایجاد و رویش یک جهان با معیارهای جدید، یک دنیای نو، یک حقیقت کاملا تازه با معیارهایی کاملا متفاوت با آنچه که ما در این دنیا و جهان مادی داریم. بحثمان راجع به قسمت اول بود. امشب انشاءالله میخواییم راجع به جنبه اول بیشتر صحبت کنیم، یعنی انعدام و نابودی عالم. نابودی عالم از دیدگاه علم یک بحث است، نابودی عالم از دیدگاه وحی یک بحث است و خوشبختانه با پیشرفت علم و دانش این 2 دیدگاه کاملا با هم منطبق شده اند در عصر ما. یک روز به عنوان مثال قانونی می آوردن مثل قانون لاوازیه، دانشمند معروف فرانسه، میگفت قانون بقای ماده. ماده الالابد باقی است، همیشه بوده است، همیشه هم خواهد بود، حدود 200 سال پیش. ولی بعد از مدتی در زمان اینشتین حدود 100 سال پیش کاملا این قانون باطل شد. یعنی در سال حدود 103 سال پیش تقریبا که اینشتین قانون نسبیت خاص را ارائه داد، به 3 سال پیش 120 سالگرد صدور این قانون جشن گرفته شد در سطح دنیا، چون تحول عظیم ایجاد کرد. قانون لاوازیه در واقع به بایگانی تاریخ سپرده شد و ثابت شد که نه این که ماده همیشه بوده است و نه این که ماده همیشه ثابت و موجود خواهد بود. اولا همیشه نبوده، چون حدود 15 میلیارد سال پیش هیچ یک از اجزای جهان مادی ما نبوده است. قطعاً به اثبات رسیده این قانون. از طرفی ماده به انرژی تبدیل می شود. چون ماده به انرژی تبدیل می شود به هیچ وجه نمیشه اثبات کرد که ماده همیشه وجودش ثابته. علاوه بر این در نسبیت خاصه به اثبات رسیده، قانون نسبیت خاص توسط اینشتین به اثبات رسیده که اصلا جرم ماده یک امر ثابت نیست. جرم ماده یک امریست نسبی. به همین دلیل به این قانون میگن نسبیت. کلمه نسبیت از اینجا گرفته شده که این حقیقت ماده و جرم ماده امریست نسبی، نه امریست مطلق، نه امریست ثابت. جرم ماده تغییر میکنه، بستگی داره به سرعت آن. اگر سرعت یک ماده به اندازه سرعت نور برسد، جرم او چقدر میشود؟ هیچ. به صفر میرسد. بنابراین جرم یک چیز، جرم یک ماده همیشه ثبات ندارد، نسبی است. بستگی داره به شتاب، بستگی داره به سرعت.
به هر حال بنابراین این قوانین علمی گذشته کاملا باطل شد و امروز ثابت شده که دنیای مادی ازلی نیست، ابدی هم نخواهد. ازلی نیست یعنی یک وقت نبوده و بعد بود شده است، بعد از بیگ بنگ. البته اختلاف است بین دانشمندان که این حرکت در 13 میلیارد سال پیش بوده یا 15 میلیارد سال پیش، ولی قطعا میتونیم بگیم بین 13 الی 15 میلیارد سال قبل هیچ یک از اجزاء جهان فعلی ما نبوده. نه انسان بوده، نه درخت بوده، نه کره زمین بوده، نه خورشید بوده، نه ماه بوده، هیچ یک از اینها نبوده. بنابراین علم ثابت کرده جهان ازلی نیست، ابدی هم نیست، برای اینکه دو نظریه در رابطه با بقای جهان و آینده جهان وجود داره از نظر علمی. بعد برمیگردیم به قرآن. نظریه اول این است که ثابت شده دنیا و جهان مادی در حال گسترش. این رو همه شما میدونید. حتی اینشتین که اوایل معتقد بود دنیا حجمش ثابته، بعد از اینکه فهمید اشتباه کرده این رو بزرگترین اشتباه علمی خود خواند و اعتراف کرد دنیا در حال گسترش، جهان در حال توسعه است. مثل بادکنکیه که مرتب یکی داره او رو باد میکنه، مرتب داره توسعه پیدا میکنه. و این تشبیه بادکنک تشبیه جالبی هم هست، چون در علم امروز ثابت شده، در فضاش در به اصطلاح علم فیزیک و علم استرونومی، علم ستاره شناسی ثابت شده که همه اجرام عالم روی پوسته خارجی عالم قرار دارن. یعنی مثل شما یک توپی را در نظر بگیرید، این کهکشان‌ها، کرات، کوازرها، اینها روی اون به اصطلاح سطح خارجی هستن و از وسط دارن اینها به اصطلاح گسترش پیدا میکنن، اینها از هم دارن دور میشن، وسط خالیه. بنابراین عین یک بادبادکی است یا مثل بادکنکی است یا مثل یک به اصطلاح توپی است که دارن او را بادش میکنن، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، در حال گسترش. اینجا این از نظر علمی ثابت شده با معیارهای علمی. همه دانشمندان دنیا این را قبول دارن، همه رصدخانه ها این را پذیرفتن. منتها در رابطه با این که سرانجام چه خواهد شد دو نظریه وجود داره. یک نظریه این است که این جهان که در حال گسترشه همچنان به گسترش خودش ادامه میده تا اینکه محو میشه. یعنی اونقدر از هم دور میشن که دیگه نمیشه گفت جهان. کهکشان‌ها دور میشن از هم، دوره در داخل کهکشان‌ها ستارگان، سیارات، اینا از هم دور میشن و این به راه خودش ادامه میده تا اضمحلال ایجاد میشه در نظام خلقت. نظریه دوم که نظریه قوی‌تره و پیروان بیشتری در جهان داره اینه که این گسترش ادامه پیدا خواهد کرد تا یک نقطه پایانی که دیگر گسترش برای آن امکان پذیر نیست. یعنی یک نیرویی است که این نیرو داره این به اصطلاح اجرام روی سطح کره جهانی را اسمش رو میگذاریم، این را داره از هم هی دور میکنه، گسترش میده. درست؟ یک روز متوقف خواهد شد، اون نیرو پایان خواهد یافت. یعنی اون نیرویی که داره اونها رو از هم دور میکنه پایان خواهد یافت و وقتی این نیرو پایان یافت درست سیر برعکس خواهد شد. یعنی از همه اطراف همه این اجرام شروع میکنن دوباره به هم نزدیک شدن تا میرسن به نقطه آغازین خلقت که سینگولاریتی بوده است، یعنی قبل از بیگ بنگ. همه اینها دوباره به یک ذره از انرژی تبدیل میشه. همونطوری که آفرینش عالم از یک نقطه انرژی به نام سینگولاریتی آغاز شد، کوارک ها تشکیل شدن، از درون کوارک ها اتم ها، بعد مولکول ها، بعد جسم، بعد کرات، بعد کهکشان ها و امثال اینها. دوباره این سیر کاملا معکوس خواهد، مثل بلیت دو سره. دنیا از یه جا شروع شده رفته تا اون آخر مقصد، دوباره شروع میکنه به برگشتن، با بلیت برگشت میرسه به نقطه آغازین خلقت. این نظریه دوم معروف است به بیگ کرانچ
و این نظریه فعلا طرفداران بیشتری داره از نظریه اول که بالاخره به ما حالی نمیکنه که به کجا خواهد رسید امر جهان. خب این دیدگاه علمی امروزه. حالا بریم سراغ دیدگاه قرآن مجید. دیدگاه قرآن مجید کاملا با دیدگاه علم و دانش موافقه، ولی ما باید دو مسئله را جداگونه مطرح کنیم در رابطه با معاد و قیامت، و اون هم بعد اول قیامت که تخریب، انعدام و نابودی جهان. یکی راجع به انعدام کره زمین و منظومه خورشید شمسی که ما تو اون زندگی میکنیم، خانواده ماست فعلا. یکی راجع به کل جهان. اینها دو تا مسئله جداگونه است، چون در رابطه با انعدام کل جهان هیچ کس نمیدونه کی اتفاق خواهد افتاد، چون هیچ کس بر اساس نظریه دوم نمیدونه کی اون انرژی که داره این کره را از هم دور میکنه، یعنی این حجم جهان را افزایش میده، کی به پایان میرسه که دوباره سیر نزولیش آغاز بشه. بنابراین نمیتونیم بگیم فرداست، پس فردا، هر روزی ممکنه اتفاق بیفته. علم بشر به اینجا نرسیده. 1 سال دیگه، 1 میلیون سال دیگه، 100 میلیون سال دیگه، معلوم نیست. اما در رابطه با مرگ کره زمین و منظومه شمسی علم تونسته به نتیجه بگیره. نتیجه‌ای که علم گرفته است این است، همونطور که در یکی از جلسات قبلی عرض کردم، منظومه شمسی کلاً خانواده واحدی است تابع جناب مستطاب خورشید. ما بقایمون بستگی به بقای خورشید داره، یعنی منظومه شمسی بقایش بستگی به بقای خورشید داره. هرگاه خورشید متلاشی بشه، این منظومه از هم متلاشی خواهد شد. لذا میایم سراغ جناب خورشید. خورشید ستاره است میانی، یعنی نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچیک، نه خیلی مثل ستارگان غولاسای فضایی است که سوپرنوا نامیده میشوند، نه خیلی ستاره خرده. ولذا مرگ این جناب خورشید به این صورت است، مثل سوپرنوا نیست که فروپاشی به درون باشد. مرگ خورشید به این صورت است که بعد از این که انرژی درونی خودش را از دست داد، یعنی دیگر ماده سوختی نداره که سوخت تولید کنه و حفظ کنه اون به اصطلاح وجود خودش را، لایه‌های بیرونی خورشید یعنی سطح خورشید شروع میکنه به فاصله گرفتن از مرکز خورشید و هسته آن، و این فاصله به قدری سریع انجام میشه که ظرف حدود 20 ثانیه آن حجم بیرونی خورشید میاد مریخ را در بر میگیره و کره زمین را هم در بر میگیره. و لذا معلوم است که تکلیف کره زمین و همه موجودات در کره زمین چه خواهد شد؟ ظرف چند کمتر از 1 ثانیه به پودر یا به گاز تبدیل خواهد شد، چون وقتی لایه‌های داغ خورشید گسترش پیدا کنه، بیاد بزرگ بشه تا این بیچاره بدبختای دور خودش را که یکی از اونها کره زمین هست، این سیارات را در درون خودش قرار بده، تکلیف کره زمین و انسان‌هایی روی کره زمین روشن خواهد شد. علم تونسته تا اینجا پیش بره که این حادثه حدود 5 میلیارد سال دیگر اتفاق خواهد افتاد. یعنی مرگ قطعی زمین یا بگیم اجل مسمای زمین و عالم داخل به اصطلاح منظومه شمسی حد اکثر 5 میلیارد سال دیگر خواهد، بر اساس محاسبات دقیق و معیارهایی که فیزیکدانان بهتر میدونن از من و دانشمندان فضا به اصطلاح منجم و ستاره شناس خیلی قشنگتر بهتر میتونن تشریح کنن. بر اساس محاسبات اونها این اتفاق خواهد افتاد. سوالی که ما داریم این است: آیا قیامت کی خواهد بود؟ آیا قیامت بستگی دارد به رسیدن زمان مرگ زمین و مرگ خورشید، یا ممکن است زودتر اتفاق بیفتد؟ این سوالی است که نه فقط الان ما داریم، همیشه تاریخ انسان‌ها این سوال در ذهنشون. حالا مراجعه می‌کنیم بعد از بیان این نکات علمی به
آیات قرآن. ببینیم آیات قرآن چی میگن درباره علامات قیامت. هفته گذشته وعده داریم که امشب درباره علامات قیامت از دیدگاه قرآن صحبت کنیم. آیاتی که در رابطه با قیامت هست خیلی زیاده. عرض کردم حدود 400 آیه در قرآن درباره معاد است. یکی از آیات یا یکی از سوره هایی که کاملا در این زمینه هست سوره زلزله هست، سوره زلزال. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. آنگاه که زمین دچار زلزله‌ای عظیم گردد و آنگاه که زمین سنگینی‌ها و گرانبهاهای خود را از درون خود به بیرون افکند. و قال الانسان ما لها. انسانی که بر روی زمین زندگی می‌کند تعجب می‌کند و می‌گوید چه شده است؟ چه برای زمین حادث شده است؟ یومئذ تحدث اخبارها. آنگاه است که زمین خود اخبار خیش را بیان خواهد کرد. این حدیث اخبار دو رقم تفسیر شده. مطمئنا نظریه صحیح‌تر اینه که به صورت عملی و عینی توضیح خواهد داد، یعنی با حرکات خود، با زلزله خود علاماتی نشان می‌دهد که یعنی روز قیامت رسیده است. یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک اوحی لها. به این که خداوند به پروردگار تو به او وحی کرده است. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. آن روزی است که انسان‌ها خارج می‌شوند تا اعمال خودشان را به آنها نشان بدهند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر کس در این جهان یک مثقال ذره کار خیری انجام داده باشه اون را می‌بینه و هر کس یک مثقال ذره کار شری انجام داده باشه اون را هم خواهد دید. الی آخر این سوره مبارک. این یک سوره. سوره دیگر قرآن سوره نبأ هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اما با اون امه فارسی فرق داره. این وقت فکر کنید این سوره امه خودمونه. اما بوده است. یعنی از چه چیز؟ از چه چیز سوال میکنن؟ بس خود خدا جواب میدهد. از خبری بزرگ، رویدادی عظیم. حالا شما حساب کنید رویدادی که از نظر خداوند عظیم هست، خدایی که خودش اعظم العظماست، این رویداد چقدر بزرگ خواهد بود، چقدر عجیب، چقدر وحشتناک خواهد بود. عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون تا آخر سوره. آیات دیگری که درباره روز قیامت آمده است اینه که در سوره مبارکه نازعات و در سوره قارعه و در سوره صاد به عنوان مثال می‌فرماید یوم ترجف الراجفه. آنگاه که زلزله‌ای تکان دهنده و سخت فرا رسد. تتبع هر رادفه. پس لرزه‌هایی هم برای آن وجود خواهد داشت. قلوب یومئذ واجفه. دلها در آن روز مضطرب خواهد گشت. ابصارها خاشعه. دیدها و چشمها به حالت خشوع خواهند رفت. یقولون انا لمردودون فی الحافره. انسانها میگویند ای کاش ما دوباره میتوانستیم به جهان اولی و آغازین بازگردیم. تا آخر این آیات که باز در رابطه با وجود یک زلزله‌ای سخن میگوید. آیات دیگری که در این زمینه وجود دارد آیات سوره انشقاق است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت. آنگاه که آسمان شکافته شود. و اذنت لربها و حقت. و به فرمان خدا گردن نهد. و اذا الارض مدت. و آنگاه که زمین گسترده تر گردد. و القت ما فیها و تخلت. و آنچه در درون خود دارد برون ریزد. و اذنت لربها و حقت. اینجا یه سوال مطمئنا تو ذهن کنجکاوها ایجاد شد. زمین گسترش پیدا کند یعنی چه؟ آسمان شکافته شود یعنی چه؟
اینها هم از نظر وحی هم از نظر علم به اثبات رسید. گسترش زمین به این است که اجرام دیگری به زمین بپیوندند. چون حجم زمین در صورتی فقط گسترش پیدا می‌کند که سنگ‌های آسمانی یا سیارک‌های از اطراف همونطوری که از اول اینها اومدن به هم پیوستن و زمین را به وجود آوردن، سیارک‌های اضافی، سنگ‌های آسمانی بزرگ بیایند از هر طرف به زمین اصابت کنند. در این صورت است که زمین حجمش گسترش پیدا می‌کند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا سنگ‌های آسمانی اصابت می‌کنند؟ از این آیه این گونه استفاده خواهد شد. آیات دیگری که در این زمینه وجود دارد از سوره مبارکه حج است. دیگران به حج رفتن، ما آیات مربوط به سوره حج را بخونیم انشاءالله ثواب اونها را ببریم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. ای انسان ها نسبت به پروردگارتان پرهیزکار باشید که زلزله روز قیامت امری عظیم است. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. روزی فرا خواهد رسید که حتی اونقدر وحشت و اضطراب ایجاد می شود که هر مادر شیرده فرزند شیرخوار خودش را هم فراموش می کند. و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا. مردم را مست می بینی اما و ما هم بسکارا، مست نیستن، یعنی مست شراب نیستن. ولکن عذاب الله شدید. اون روز قیامت است. خب از مجموعه این آیات شریفه قرآن ما اینطور استفاده میکنیم که مرحله اول قیامت یا چهره اول قیامت که در هم پیچیده شدن تومار زندگی انسان هاست در حالتی رخ میدهد که هنوز جهان وجود دارد. دقت کردید؟ یعنی لازم نیست ما به خدمت شما عرض کنم که 5 میلیارد سال دیگر صبر کنیم. آیات فقط نشان میدهد که اون روزی که روز قیامت فرا میرسد و جهان به سوی نیستی و نابودی میرود، اون روز لازم نیست که حتما هنگامی باشد که قدرت گسترش دهنده جهان به پایان برسد و بخواهد دنیا به حالت اولیه خودش که سینگولاریتیست برگردد، بلکه روزی است که حیات انسانها بر روی زمین به پایان خواهد رسید. خورشید هست، کرات آسمانی هستند. اگر بفرمایید آیاتی داریم که اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، جوابش خیلی راحته. آنگاه که خورشید تیره و تار گردد، آنگاه که ستارگان تیره شوند. چون اگر یکی از سنگ‌های آسمانی که میلیاردها سال پیش یا میلیون‌ها سال پیش به زمین خورد و آتش سوزی عجیبی در جنگل‌ها ایجاد کرد که سالها دود و غبار این حاصل از این سنگ آسمانی جو کره زمین را گرفت و آن باعث شد که نتواند نور خورشید به زمین برسد، انرژی‌های خورشیدی نابود شد، انرژی‌های دیگر هم که تابع خورشید بودن نابود شد و لذا کل زندگی تمام موجودات زمین مختل شد، از جمله مرحوم مغفور دایناسورها که اون زمان همه از بین رفتن و بعد دوباره این گرد و غبار فرو نشست، دودها پایان یافت، نور خورشید به زمین رسید، مجددا حیات رویش پیدا کرد. پس بنابراین اگر خدای نخواسته اون سنگه دوباره به زمین بخوره، همین گرد و غبارها باعث خواهد شد که ما خورشید را تیره و تار ببینیم، ما ستارگان را در شب نتوانیم مشاهده کنیم. پس ستارگان هستند. قرآن نمیگه ستارگان در روز قیامت نابود میشوند یا خورشید نابود میشود، میفرماید کدر میشود، تیره میشود. تیره شدنش به این است که ما آن را تیره ببینیم و یکی از عواملی که ممکن است ما آن را تیره ببینیم وجود گرد و خاک‌های عظیم و دوده‌های گسترده در جو زمین است که ما نخواهیم توانست دیگر به راحتی خورشید و ماهی را ببینیم. اون روز حیات نسل بشر و همه موجودات جهان قطعاً پایان پذیرفته خواهد شد. ولذا قرآن مجید یک آیه دارد که ما را راهنمایی میکنه
و این آیه سوره احزاب آیه 63 است که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یسألک الناس عن الساعة. ای پیغمبر، مردم از تو درباره قیامت سوال میکنند. ساعه در اصطلاح قرآن یکی از معانیش قیامت. از اون ساعت روز قیامت سوال میکنند. قل بگو انما علمها عند الله، دانش و علم روز قیامت نزد خداست. و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. تو چه میدانی؟ شاید ساعت و زمان روز قیامت نزدیک باشد. خوب دقت کنید در این کلمه نزدیک باشد، یعنی پس بنابراین اینطور نیست که قرآن بفرماید مطمئناً با شما صبر کنید تا کره زمین، کره خورشید نابود شوند و این حدوداً 5 میلیارد سال دیگر اتفاق خواهد افتاد. هر روزی، هر ساعتی، هر سالی ممکن است قیامت به وقوع بپیوندد. ولی یه نکته را باز یادآوری می‌کنیم که مطمئناً یکی از علامات قیامت که قبل از قیامت اتفاق میفته ظهور حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. این بحث کوتاهی بود در رابطه با این که با دیدگاه علم و با دیدگاه قرآن ثابت کنیم قیامت و حدوث جنبه تخریبی عالم قیامت تابع نظریه بیگ کرانچ نیست. یعنی اینطور نیست که حتما صبر کنیم تا بیگ کرانچ رخ بده اون وقت بگیم قیامت صورت خواهد گرفت که معلوم نیست کی خواهد بود. و همچنین تابع نظریه نابودی خورشید نیست که حدوداً 5 میلیارد سال دیگر اتفاق می‌افتد، بلکه تابع پایان یافتن حیات بشر بر روی زمین است. یعنی اون مرزی که نهایت این جهان و مصادف با قیامت است، اون مرز کی خواهد بود؟ اون زمانی که حادثه‌ای بر جهان در روی کره زمین اتفاق بیفته و اون حادثه باعث زلزله عظیم گردد و حوادث دیگری رخ دهد مثل گرد و خاک‌ها، دوده‌ها و امثال اینها در فضا که انسان کرات آسمانی را تیره و تار ببیند و به نهایت حیات بشر و موجودات زنده پایان پذیرد. اون زمان روز قیامت است و اون زمان هر آنی ممکن است یا هر سالی یا هر لحظه ممکن است اتفاق بیفته. بیش از این وقت عزیز شما نمیگیریم، گرچه قصد داشتیم امشب درباره صراط و همچنین نامه اعمال هم که در روز قیامت اتفاق میافتد صحبت کنیم، ولی چون این حادثه مربوط به چهره دوم قیامت است، یعنی بعد از اینکه این تخریب‌ها صورت گرفت، دنیا نابود شد، مجددا احیا و رویش جدیدی برای دنیا رخ خواهد داد و این حوادث در اون جنبه و در اون بعد اتفاق خواهد افتاد. انشاءالله این دو بحث را میگذاریم برای موقع بررسی چهره دوم قیامت که حدوث مجدد و رویش جدید یک نظام آفرینش کاملا ممتاز و کاملا متفاوت با دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم. در اونجا انشاءالله بحث را ادامه خواهیم داد. خدایا پروردگارا اسلام و اسلامیان نصرت عنایت بفرما. پرچم پر افتخار اسلام در جهان به اهتزاز درآور. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما راضی و خوشنود بگردان. دلهای ما را به انوار قرآن، علم و دانش و روایات ائمه اطهار علیهم السلام منورتر و روشنتر بگردان. در این شب رحمت، شب مغفرت، ثوابی از این مجلس به ارواح گذشتگان، مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر عاید و واصل بفرما. همه مریضان مخصوصا بیمارانی که التماس دعا گفتند، لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. بالنبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.